سلام به همه برابچ فوتبالیای گلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به VAR حواشی. در سالهای اخیر اخبار عجیب و غیرقابل باوری در مورد رونالدینیو، ستاره دوست داشتنی برزیل و سابقه بازی در بارسلونا و میلان منتشر شد که به دلیل جعل پاسپورت تقلبی در پاراگوئه زندانی شده. لیونل مسی هم با گروه وکلای خبره برای نجات رونالدینیو از زندان وارد مذاکره شده و با وثیقه 4 میلیون یورویی از زندان آزاد شد. رونالدینیو در این سالها بارها به تمجید از مسی پرداخته و مسی نیز همیشه از لطف ستاره برزیلی در روزهای ورودش به رخکن بارسلونا سخن گفته. اولین گل لیونل مسی هم با پاس گل رونالدینیو در سال 2004 مقابل آلباسته بوده که تصویر بلند شدن مسی روی شونه‌های رونالدینیو یکی از نمادی ترین صحنه‌های فوتباله. رونالدینیو در مصاحبه جدیدش گفته علاوه بر پرداخت وثیقه آزادی هم مسی یک اقدام فراموش نشدنی برای او انجام داد. او گفت وقتی مسی وثیقه را برای آزادی از زندان پرداخت کرد و آزاد شدم در وضعیت بدی بودم. خیلی دلگیر و شکسته بودم. برای تشکر از او به دیدارش رفتم. او یک پیراهن بارسلونا با امضای خودش و چند بازیکن بارسلونا به هم داد و گفت میتوانی آن را بفروشی و من با وبسایت آیکونیک تماس گرفتم. از تو این پیراهن را میخرن. بعد از یک روز آن سایت تماس گرفت اما من قبول نکردم. به آنها گفتم این هدیه دوستم است و آن را نمیفروشم. اما در کمال تعجب از این سایت بدون اینکه پیراهن را بفروشم پول دریافت کردم. با سایت تماس گرفتم. به اونا گفتم به شما گفتم که نمیخوام آن را بفروشم. چرا پول به حساب من واریز کردید؟ مدیر این سایت گفت مسی از ما این درخواست را داشت. یک پیراهن دیگر به ما داد که شبیه آن بود. باورم نمیشد. اشک از چشمانم سرازیر شد. هیچ وقت فراموش نمی کنم بعد از اینکه همه به من خیانت کردند مسی برای من چیکار کرد و به همین دلیل است همه چیز در زندگی او خوب پیش می رود چون قلب او بسیار پاک است. اگر از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید.